سلام، چطورید؟ حالتون خوبه؟ من رونیکام، به چنل خودتون خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه یه سبک جدید نقاشی رو تست کنیم که نه تنها آرامش بخشه بلکه نشخوار فکر رو هم از بین میبره. چی از این بهتر؟ بزن بریم. خب، سبک نقاشی که امروز میخوایم اجراش کنیم اسمش هست ماندالا که دیکتیشن درستش اینجا میاد اگه درست تلفظ کنم انشالله، و که همون میشه طراحی خطی، طراحی با خطوط و ترکیبش با زنتنگل که دوباره دیکتیشن درستش اینجا میاد که اونم به معنی نقاشی با الگوهای تکراریه. خب میخوایم این دوتا رو امروز با هم ترکیب کنیم، یه نقاشی فوق العاده بکشیم و ذهنمون رو برای چند ساعتم که شده آروم و راحت کنیم. با من همراه باش. خب بریم ببینیم که این نقاشی چه وسایلی احتیاج داره. برعکس بقیه کارا که نیاز به پارچه مخصوص و اینجور داستانا داره، این کار هیچ چیز خاصی نمیخواد. وسایلی که تو خونه همون پیدا میشه رو احتیاج داریم. کاغذ آ4 نیاز داریم که حالا من روش یه دایره کشیدم که داستان داره، بهتون میگم چرا. به پاکن و تراش احتیاج داریم و یه دونه مداد و خودکار. همین. خب برای شروع همونطوری که بهتون گفتم، چون نقاشی با الگوهای مختلف هست، میخوام اول یه چند تا از الگوها رو اجرا کنم روی این دایره، بعدش بریم طرح اصلیمون و نقاشیمون رو بکشیم. نگاه کنید، اینم یه نقاشی با همون سبک که من قبل از اینکه این ویدیو رو بگیرم کشیدم. نگاهش کنید، بافتایی که توش میبینید رو نگاه کنید، بافتای خط صاف دایره‌ای، باز این حالت گل که دورش دوباره رنگ شده، خیلی بامزه‌اش کرده به نظرم. اینا هم وقت ما الگوهایی هستن که میتونیم اجرا کنیم توی کارمون و حالا با خلاقیت خودمون میتونیم الگوی خیلی بیشتری هم به کار بدیم. بزن بریم. خب مرحله اول کار کشیدن یک کادر مناسبه. کادر من 24 سانت در 14 سانته. شما میتونید کادرتون رو بزرگتر یا کوچکتر بکشید، دست خودتونه. من میخوام اینجای کار یه حالت پروانه بکشم، یه همچین نیم دایره احتیاج دارم، یه همچین بیزی طوری، یه دایره روش و حالا یه حالت بال پروانه در حدی که هم انقدر جا رو اشغال کنه روش میخوام بکشم. بذارید بکشم بهتون نشون بدم. خب همینطوری که میبینید من سعی کردم نصف یه بال یه پروانه رو بکشم روی کادرمون، طوری که فقط همینقدر از کار رو بگیره. ما این پس زمینه رو نیاز داریم هنوز. اگه پروانه‌تون خوشگلم نشه فدای سرتون، اصلا مهم نیست. اصل کار ما اینجا چیز دیگه ایه. این یه بهونه است صرفا. خب الان اول میریم سراغ کامل کردن و تکمیل کردن پروانمون. مثلا برای کامل کردنش میتونیم یه دونه چشم براش بذاریم خیلی کوچولو دیگه. اینا ریزه کاریای کاره. بعد اینکه یه نکته دیگه ای که داره اینه که باید توی بالشو با اشکال هندسی، حالا موزون یا ناموزون، پر کنیم. ببین اینطوری مثلا. با مثلث و اینجور چیزا هم توشو پر کنید. من خودم دوست دارم از اشکالی که گوشه ندارن مثل دایره و بیزی و اینجور شکل پر کنم، واسه اینکه وقتتون بیشتر از این گرفته نشه من اینو پر میکنم بهتون نشون میدم. خب این مرحله هم تموم شد، توشو پر از این شکلای هندسی کردیم. حالا یه کاری که باید بکنیم اینه که ما الان چند تا جا رو میخوایم با همون هنری که تازه یاد گرفتیم، الگوهای تو در تو، پر کنیم. کجاها؟ یکی درون این قسمت پروانمون، این قسمت از بال پروانمونو. خب بعد همچین کاری کنی باش. یه قسمت هم کل پس زمینه کارمونه. خب اول از همه باید تقسیم کنیم این پس زمینه ها رو که بتونیم الگوهای مختلف بکشیم. بعد از اون میریم سراغ طرح زدن توی خود پروانه. بزن بریم. حالا میریم سراغ انجام الگوهامون.
اینطوری شد. به نظرم همینطوری خیلی قشنگه. خب ولی من چون میخوام خیلی کارم جذاب تر شه، این فاصله بین دایره ها من میخوام با همین مدادم مشکی کنم. خب دورش رو حالا مشکی کردم و الان میتونیم بریم اینجاها رو طرح بزنیم. خب طرح خیلی متنوعی هست که بخواید بزنید، میتونید هر کدوم دوست دارید انتخاب کنید. من مثلا میخوام برای شروع اینجوری بزنم طرحمو. واسه خونه‌های دیگه میتونید دوره طرح‌های دیگه بکشیم. مثلا روی این یکی چه طرحی بکشم؟ میخوام این شکلی یه علامت زبدر بذارم. خب دیگه اینا همه با خلاقیت خودتونه. این الان مثلا به ذهن من اومد. و همینجوری تا پایین. یه طرح دیگه من اینا رو کامل میکنم و الان میخوام زودتر توضیحاتمو بدم. مثلا واسه یه طرح دیگه اگه بخوام بکشم، میخوام اینجوری بکشم. مثلا این یکی رو میخوام چهارخونه بکشم. یکی دیگه از طرحهایی که انتخاب کردم اینه که یه دونه اینم شد. یکی دیگه از طرحام میخوام سری طرح بازتر بکشم، یه چیزی که آسونتره، زودتر باعث میشه اینا پرشن. بقیه اینا رو هم به همین شکل با هر طرح و پترنی که دوست دارید تزیین میکنید. دارادام! اینم از نتیجه کار. خب بچه‌ها، اینم از نتیجه نقاشی خوشگلمون، تلاشی که کردیم. به نظرم خیلی خوشگل و بامزه شده. و اینکه من خودم دو تا دیگه هم درست کردم از اینا. یکی دیگه‌اش، اینم یکی دیگه. خیلی کار لذت بخشیه، باعث میشه که نشخوار فکری خیلی کم شه. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار.